به نام خدا. سلام، مهدی خراتیان هستم و با ویدئویی در مورد تحلیل رویکرد ترامپ به معادلات جهانی در خدمت شما هستم. همونطور که مستحضرید، آقای دونالد ترامپ بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوانی که در دوره انتخابات و پیش از اون داشت موفق شد برنده بشه. تحلیل کردیم این مسئله رو و الان میشه گفت که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده است و چند روز پیش بود که ایشون به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. خب الان با توجه به حضور ایشون در کاخ سفید و همونطور که پیش بینی هم می‌کردیم با فرمان‌های اجرایی بسیار زیادی روی ایشون در همون روزهای اول شروع کرد به امضا کردن، در جهان خیلی این موضوع مطرحه که بالاخره آقای ترامپ در مورد پرونده‌های مهم بین‌المللی چه کار میخواد بکنه. حالا ما ایرانی ها هم به تبع این مسئله خیلی به این مسئله توجه میکنیم. حالا از همونطور که قبلا هم عرض کردم توی برنامه دیگه‌ای، بالاخره ما تحلیلگرا، حالا کسایی که به هر حال کارمون این تیپ مسائله، مخاطبمون همه تیپ آدمی هستن، از اساتید دانشگاه و اینا که لطف میکنن میبینن و افراد فرهیخته، دانشجوها، اینها، تا حتی افراد حوزه‌های متخصصین بازارهای مالی، مسائل اقتصادی، و میایم حتی به کسایی که کار آزاد دارن. همه به نوعی متوجه این مسئله هستن که بالاخره ترامپ میخواد چیکار بکنه. این مسئله فقط مخصوص ما ایرانی‌ها نیست، یعنی تو کانادا هم این مسئله است، تو اروپا هم این الان مسئله است. اروپایی از جنگ تعرفه ترامپ نگرانن. تو چین این مسئله است. ولی خب در مورد ما ایرانی‌ها به طور خاص به خاطر اینکه آقای ترامپ یه خورده حسابایی به ما داره، ما یه سری خورده حسابایی با اون داریم، خیلی این مسئله شاید حادتر و حساستر هست. خب این مسئله که من میخوام توی ویدیو بهش بپردازم برمیگرده به میشه گفت اون دکترین ترامپ یا ترامپیسم و اینکه اصلا ترامپ جهان رو چگونه میبینه و در دور دوم ترامپ ما با چه ترامپی مواجه هستیم، باید به چه نکاتی دقت بکنیم، این ترامپ رو چجور باید آنالیز بکنیم. و سعی کردم بر اساس شواهد و قرائن طبق معمول با آوردن ادله نشون بدم که ما چگونه باید با ترامپ رفتار بکنیم و ترامپ با ما چه رفتاری خواهد کرد و با کشورهای دیگه چجور برخورد خواهد کرد. خب با این تیتر USA Today شروع میکنیم که میگه که دوره نوین ترامپ آغاز شد یا عصر نوین ترامپ آغاز شد. حالا ترامپ توی اون مراسم تحلیف خودش که خیلی سعی هم شده بود، یعنی تیم بایدن تلاش کرده بود که خیلی مراسم به شکل طعنه آمیزی آرام باشه و به هر حال به نظر من تیم بایدن تلاش کرده بود که به نوعی به ترامپ بگه که گذار مسالمت آمیز قدرت به چه شکل میتونه انجام بشه. حالا از اینکه بگذریم، ترامپ خب توی سخنرانی که کرد خیلی رو مسائل سیاست خارجی مانور زیادی نکرد، اگرچه یه نکات به هر حال چیزی رو بیان کرد که میشه ازش برداشت کرد یا نکاتی، حالا میگم چه مسائلی رو ترامپ بهش نظر داره. اما ترامپ که اومد صحبت کرد سعی کرد راجع به این صحبت بکنه که من در سیاست داخلی مثلا فرض کنید من از تبدیل کردن فرایندهای قضایی به سلاح که علیه خود ترامپ استفاده شد به نوعی از این موضوع حذر خواهم کرد و اومد راجع به مباحث انرژی صحبت کرد. راجع به این صحبت کرد که آمریکا باید به یک صادرکننده مهم انرژی در دنیا تبدیل بشه، ما بدون محدودیت باید استخراج کنیم، حفاری کنیم، که این خودش یک ارائه مجزایی است که سیاست‌های نفتی آمریکا در دوره ترامپ چه اثرات وضعی روی ما میذاره و روسیه، و اون بحث فشار حداکثری که ما تو بحث فروش نفت میتونه بروز بده خودشو، اینجا به چه شکل پیوند میخوره با منافع شرکت‌های نفتی در آمریکا و نگاهی که ترامپ به مسئله تبدیل شدن آمریکا به تولید کننده مهم نفت در دنیا داره. این خودش ارائه مجزاست، خیلی موضوع مهمیه. شاید به نوعی سرنوشت کشور ما در متاسفانه البته به این مسئله گره خورده با تعلل‌هایی که
شده و میشه در مورد به هر حال ارتباط با چین و امن کردن فروش نفت ما به چین که بسیار جای تأسف داره. من نمیدونم تو مغز بعضی از بزرگان کشور چی میگذره، ولی میدونم هرچی هست متاسفانه انگار به نوعی انگار پذیرفتن که ایران میخواد یه باخت بزرگی در رابطه با ترامپ بده، انگار اینجوری اوضاع. حالا بگذاریم. به هر حال مراسم تحلیف گذشت و الان میشه گفت دنیا داره به این فکر میکنه که ترامپ به چه شکل عمل خواهد کرد. خب ترامپ بعد از این مراسم تحلیف خیلی صحبت ها و توییت ها مطالب متعددی رو صحبت کرده. اون چیزی که به ما ایرانی‌ها مربوط میشه، یکی از مصاحبه ایشون با فاکس نیوز با آقای شون هنیتی بود که خب اونجا بحث ایران مطرح شد و آقای ترامپ در اون به هر حال صحبتی که کرد قبلا هم به نوع اینو گفته بود که مثلا سعی کرد راجع به ایران محتاطانه و حتی مؤدبانه صحبت کنه و اینکه مسئله انگار فقط اینه که ایرانی‌ها سلاح اتمی نداشته باشن. خب این مسئله خیلی بازتاب زیادی پیدا کرد. حالا توی بعضی از رسانه‌های حالا طرفدار اسرائیل یا حالا براندازهای تندرو اینها که چرا ترامپ داره لحن متعادلی رو در مقابل ایران در پیش میگیره الان مطرح شده و اینکه ترامپ داره چجوری نگاه میکنه به مسئله و چه اتفاقی قراره بیفته. یا یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که این آقای مایکل دیمینو که به عنوان به نوعی مسئول حوزه خاورمیانه پنتاگون منصوب شده و زیر مجموعه هکست باید کار بکنه، خب جویش اینسایدر اومد به نوعی چیز کرد که این آدمی بوده که حامی فشار بر اسرائیل و حامی خروج امریکا از منطقه خاورمیانه است، نسبت به ایران سیاست‌های معتدلی داره و حتی به نوعی اینو به عنوان فردی که طرفدار ایران هست، طرفدار مماشات با تهران هست، سعی کردن رسانه‌های طرفدار اسرائیل قلمداد بکنن. این میشه گفت یک اتفاق مهم دیگه‌ای بود که افتاد بعد از میشه گفت تحلیف آقای ترامپ که خیلی باید بهش توجه کنیم. اینجا حالا توی همین اسلاید این آقای مایکل دیمینو رو که قبلا توی اندیشکده دیفنس پرایوریتیز اومده بود و کار میکرد رو حالا اومده سوابقش رو گفته که قبلا توی یک تحلیلگر حوزه نظامی توی CIA کار میکرده و این نکتهش اینجاست که حالا توضیح خواهم داد که خود این اندیشکده از لحاظ مأموریتی به چه شکل داره این اندیشکده فکر میکنه. یعنی به محدود کردن اقدامات نظامی فکر میکنه که عرض میکنم در چارچوب اندیشکده جفرسونی این تعریف میشه. حالا همینا رو تعریف میکنم، حوصله کنید، این تمام جزئیات این موضوع رو من به شما خواهم گفت. البته این مکاتب سیاست خارجی آمریکا خودش ارائه جدا میطلبه، ولی میخوام اینجا بگم که این اندیشکده‌ای که آقای دیمینو توش کار میکرده اندیشکده‌ای بوده که مأموریت خودشو گفته آگاه کردن شهروندا و رهبرا و سیاستگزاران در مورد اهمیت یک ارتش پویا و قدرتمندی که به شکل مناسب و درستی در مورد استفاده میشه برای به شکل اهداف به شکل محدود تعریف شده، اهداف ملی به شکل محدود تعریف شده آمریکا. دقت کنید. و تلاش میکنه که ترویج بده یک استراتژی بزرگ، گرند استراتژی رئالیستی رو و استفاده از دیپلماسی و تجارت آزاد برای رسیدن به اهداف ایالات متحده. این تقریباً بازتاب رویکرد جفرسونی به گرند استراتژی آمریکاست. یعنی استفاده بحث تجارت آزاد، بحث دیپلماسی، بحث محدود کردن اقدامات نظامی و نگاه رئالیستی، تمام اینا در تقابل با رویکرد ویلسونی قابلیت چیز داره و حتی یک جاهایی با رویکرد جکسونی که خیلی به بحث‌های دیپلماتیک اهمیت نمیده و کمتر وزن میده با این در تضاد هست. چی میخوام بگم؟ حالا در ادامه خواهم گفت که در اطرافیان ترامپ کسانی وجود دارن که این افراد
لزوما با ترامپ هم فکر نیستن، اما به واسطه دشمنای مشترکی که در حزب جمهوری خواه دارن اومدن دورش جمع شدن و ما باید متوجه بشیم که وزن اینها در حزب چقدره، در رویکردهای ترامپ هم چقدره و الان ترامپ چقدر داره با رویکردهای اینا هماهنگ عمل میکنه. آیا ترامپ هم با این رویکرد جفرسونی که اینجا عرض کردم هماهنگ؟ آیا ترامپ کسی است که به مداخله نظامی فکر نمیکنه؟ آیا ترامپ کسی است که به دیپلماسی اهمیت میده؟ همه اینا رو ما باید دقیق و شفاف بشیم تا متوجه بشیم که نسبت به پرونده خاورمیانه یا تو بحث ایندو پاسیفیکی و بحث تقابل با چین یا رویکردی که نسبت به روسیه احتمالاً ترامپ خواهد داشت و بحث حالا اون نیم کره‌ای کردن و میشه گفت اقداماتی که در نیم کره غربی ترامپ میخواد انجام بده، ترامپ چه شکلی میخواد عمل بکنه، اون گرند استراتژی آمریکا چجور میخواد عمل بکنه. یه چیز دیگه که خیلی این بازتاب پیدا کرد توی ایران و خیلی یعنی تحریک کرد همه رو که یه اتفاق خوب و مهمی داره میفته، بحث یه بالا توی تروس سوشیال بود که آقای ترامپ به نوعی بیشتر الان اونجاست، کلا توییت کمتر میزنه و به نوعی تلاش داره میکنه که به اون پلتفرمی که خودش بهش مهاجرت کرده وفادار بمونه. اومد چند نفر رو اخراج کرد، یعنی یکی آقای مارک مایلی بود که رئیس ستاد مشترک سابق ارتش آمریکا بود که باش خیلی در افتاد و خیلی علیهش حرف زد، توی مقطعی گفت ما با دیکتاتورها کار نمی‌کنیم و این ترامپ تقریبا دیکتاتور خوند و خیلی با دموکرات‌ها همکاری کرد تو تخریب وجهه ترامپ. یکی دیگه از کسایی که به هر حال اومد باش چیز کرد، علیهش مطلب گذاشت، یکی این آقای برایان هوک بود. این آقای برایان هوک خب کسی بود که زمان دوره قبلی ترامپ که 45مین رئیس جمهور آمریکا بود در سال 2017 تا سال 2021، ایشون مسئول پرونده ایران بود. خب اگه یادتون باشه می اومد صحبت میکرد علیه ایران و به حامی فشار حداکثری بود و از آدمای پومپئو بود و این اخراج کردن این در کنار چند نفر دیگه خیلی توی تهران سر صدا به پا کرد که مثلا ترامپ اومده و برایان هوک رو اخراج کرده. حتی برخی‌ها اینجوری نقل کردن که چون آقای برایان هوک حامی فشار حداکثری علیه ایران بوده ترامپ تصمیم گرفت اخراجش کنه، که این حرف معقولی نیست. قبلا حالا میرسم بعدن خودش یه ویدیو مجزا داره، یک ویدیویی هست به نام همه مردان ترامپ و اونجا من راجع به آقای مایک والتز، راجع به آقای هکست، اگر خانم منتظرم خانم تولسی گبرت هم ببینم چه بلایی تو سنا سرش میارن، اگر تایید بشه خب اونم بهش باید بپردازیم چون خیلی آدم مهمیه، نگاهاش فرق میکنه با امثال مارکو روبیو. به مارکو روبیو میپردازیم. به هر حال ببینید رئیس CIA رو تر چند نفر اصلی که به هر حال به پرونده ایران میتونن دخل و تصرفی داشته باشن ما اینا رو تحلیل خواهیم کرد به موقعش. اما نکتهش اینجاست که بالاخره ترامپ با این کاری که کرد بعضیا گفتن آقا نمیدونم یه اتفاق بزرگی افتاد، در حالی که مارکو روبیو و آقای خدمت شما عرض کنم مایک والتز قبلا حرفای تند و تیزی در مورد ایران زده بودن. اگر حالا ما بخوایم اون نظریه رو بپذیریم احتمال داره که مثلا آقای ترامپ میخواد در گام اول با دیپلماسی با ایران شروع بکنه و شاید در آقای مثلا برایان هوک با همون گام اول هم مشکل داشته، یعنی مثلا بوده که از اول باید فشار حداکثری رو استارت بزنه ترامپ، مخصوصا که حالا این آقای ویتکاف هم که خیلی تقریبا محتمله که ایشون بیاد و مسئول پرونده ما بشه. راجع به این هم بحث هست که بالاخره ویتکاف با چه روی کردی میاد با ما مواجه میشه، یه روی کرده سختگیرانه است، یه روی کرده میانه روه. به هر حال اینا همش الان مطرحه. به هر حال الان این سوال در تهران مطرح شده که آیا ترامپ میخواد با تهران مماشات کنه یا نه. حتی در میان محافل میگم براندازم این سوال الان مطرحه، بعضیا عصبانیان انتظار داشتن که ترامپ از همون روز اول شمشیر بکشه برای تهران، ولی من توضیح خواهم داد که ترامپ چه نگاهی داره، چرا از اول برای تهران شمشیر نمیکشه، دنبال چی است و بعد ممکنه چه اتفاقاتی بیفته و چه اتفاقاتی محتمله. این میشه گفت جلد نشریه اکونومیست هست که با راجع به دکترین ترامپ صحبت کرده. یعنی ما اگه ما بخوایم بفهمیم که بالاخره ترامپ با
تهران چه کار میخواد بکنه، باید فضای ذهنی و اون چارچوب‌های تئوریکی که ترامپ بهشون پایبندی داره رو دقیقا متوجه بشیم و اگر اونو خوب متوجه بشیم بفهمیم که ترامپ در نیمکره غربی میخواد چیکار کنه، در نیمکره شرقی میخواد چیکار کنه، چه رویکرد سیاست خارجی رو در پیش گرفته و میخواد بیاد جلو. تا حد خوبی میتونیم متوجه بشیم که بالاخره عاقبت ما با آقای ویتکاف و آقای ترامپ به کجا خواهد انجامید. خب من اینجا این اسلاید رو آوردم که یه توییتی هست یا حالا هر پستی هست که توی ترو سوشیال آقای ترامپ منتشر کرده و این کاور روزنامه نیویورک پست رو گذاشته و این تیترش اینه The Donroe Doctrine. حالا این دانرو همون ترکیب دونالد ترامپ هست، یعنی دونالد اومده با مونرو که یکی از رئیس جمهورهای آمریکاست که توضیح خواهم داد دکترین مونرو چی هست، و اومده به این پرداخته که توی بحث سیاست خارجی ترامپ خب یه مواضعی رو توی این مدت گرفته. تو تحلیف هم یکی از مواضع سیاست خارجیش همین بود که خلیج مکزیک رو میخوایم بکنیم خلیج آمریکا. و راجع به پاناما خاطرم نیست صحبت کردی یا نه، ولی خب بیرون از مراسم تحلیف خیلی صحبت کرده و مارکو روبیو هم تو به هر حال اون جلسه‌ای که راجع به هر حال پذیرش ایشون بود و تایید صلاحیتیشون تو سنا بود به این مسئله پرداخت که کانال پاناما رو چینی‌ها دست گرفتن این حرفا. حالا اینجا اومده یه مقدار شوخی هم کرده که گرینلند شده آورلند و کانادا هم شده به هر حال ایالت 51 آمریکا و پاناما هم شده پاناماگا و خلیج چیز هم شده مکزیک هم شده خلیج آمریکا و اسم این رو گذاشته به هر حال نگاه مونروئی آقای ترامپ و اینکه ترامپ یک قرائت جدیدی رو از دکترین مونرو داره چیز میکنه و اینجا زیرش هم گفته که ویژن ترامپ یا اون چشم انداز ترامپ برای نیمکره، یعنی همون نیمکره غربی که توضیح خواهم داد. خب این هم یکی دیگه از چیزاشه که صراحتاً ترامپ مدعی کانادا شد دیگه، یعنی چندین بار این موضوع رو مطرح کرد و اینکه اصلا کانادا واسه ماست، وقتی ما داریم صدها میلیارد دلار به نوعی آوانس میدیم به کانادا پس بهتر کانادا بیاد جزء آمریکا بشه که حتی میدونیم این بلوفه، یعنی واقعا کانادا هیچ وقت این شکلی نمیتونه بیاد عضو آمریکا بشه و جزء خاک آمریکا بشه. ولی به هر حال یک فشار شدید سیاسی و روانی هست که ترامپ شروع کرده بر حالا این دولت چپگرایی که الان سر کار هست و بالاخره آقای جاستین ترودو هم فشار ترامپ رفتنش، یعنی خب رفتن جاستین ترودو اتفاق مهمی بود دیگه، بالاخره این که رفتنی شد یه بخشش واقعا مدیون فشارهای سیاسی ترامپ بود و ترامپ احتمالاً با این فشارها میخواد یک جریان راستگرا در کانادا سر کار بیاد که باش بتونه راحت‌تر کار کنه، شروطشو بپذیره و با یک شرایط جدیدی با آمریکا کار بکنه. اصلا حالا حرف چیه؟ حرف اینه که ما با یک ترامپی مواجهیم که در مورد گرینلند، در مورد کانادا، در مورد پاناما و در مورد خلیج مکزیک یک حرفایی میزنه که با دکترین‌های کهن سیاست خارجی آمریکا همخوانی داره و دکترین‌های جدید آمریکا چندان همراهی نداره. توی این تیتر نشریه فارن پالیسی که اینجا آوردم گفته که ترامپ پایان میده به انفعال در نیمکره غربی. یعنی چی؟ یعنی که حالا من میرسم به این دکترین مونرو، یعنی که ترامپ معتقده که در امتداد اون رویکرد رقابت استراتژیک چین و آمریکا بیش از اندازه لازم به چینی ها در مورد مداخلات سیاسی و اقتصادی در نیمکره غربی و به خصوص در حوزه آمریکای لاتین آوانس داده و به نظر میاد که
ترامپ خودش رو وقتی فکر کرده و با اون روی کرده، حالا میگم جکسونی که خودش داره که بر روی کرده، حالا بگیم اول آمریکایی که ما میشناسیم، نگاه کرده دیده اون روی کردی بیشتر که بیشترین همخوانی رو داره همین به نوعی احیای دکترین مونرو هست. و اینجا توضیح خواهم داد که روی کردی که ترامپ انتخاب کرده روی کرده تهاجمی و یک خانش تهاجمی از دکترین مونرو هست و این خیلی نکته مهمیه. این حالا چوب دستی هم که دست عمو سام هست اینجا به این معناست که اون نگاهی که قبلا وجود داشت در دوره مونرو عدم دخالت در حوزه کشورهای آمریکای لاتین بود، اما ترامپ داره به مداخله در کشورهای آمریکای لاتین فکر میکنه و این نکته بسیار مهمیه که من توضیح خواهم داد که این که ما بگیم ترامپ انزوا طلب به مداخله گر نیست به موجب این مسئله صحت نداره. اگر به متن دکترین مونرو که در 2 دسامبر 1823 آقای جیمز مونرو اعلام کرد در حالا میشه گفت اون استیت آف یونیون که توی میشه گفت سخنرانی رؤسای جمهور آمریکا خطاب به کنگره، توی این خلاصه اگه بخوام خلاصه‌شو بگم، مونرو اومد و یک سیاستی رو پیشنهاد کرد مبنی بر این که ما دیگه اجازه نمیدیم کشورهای قاره اروپا، کشور قاره اروپا یعنی بریتانیا رو بذاریم کنار، کشورهای مثل اسپانیا یا فرانسه بیان یک استعمار جدیدی رو، یک فرایند استعمار جدیدی رو توی کشورهای آمریکای لاتین استارت بزنن و اومدن چیکار کردن؟ اومدن از بریتانیایی ها کمک گرفتن، چون بریتانیایی ها تقریبا تو حوزه آمریکای لاتین یعنی خیلی چیزی نداشتن، منفعتی نداشتن و به نفع آمریکا بود که بریتانیا بیاد اینجا یه نقش ایفا بکنه که ممانعت بکنه از ایفای نقش کشورهای مثل اسپانیا. و این به نوعی اومدن هشدار دادن که نیمکره غربی خلاصه حوزه ایالات متحده است و نباید کسی اینجا بیاد از کشورهای اروپایی مداخله انجام بده. در این حال مونرو استقلال کشورهای آمریکای لاتین رو به رسمیت میشناخت، یعنی قصد مداخله گری نداشت. این نکته بسیار مهمیه و دقت بکنیم که آقای مونرو یک جفرسونی بود. یعنی چی؟ یعنی عرض کردم جفرسونی ها در سیاست خارجی یک جورهایی محدود نگرن، توی همون بیانیه مأموریت اون اندیشکده هم مشاهده فرمودید. یعنی استفاده از قدرت نظامی و زور رو خیلی توصیه نمی‌کنن، طرفدار مداخله در امور داخلی کشورها خیلی نیستن، محتاطن نسبت به اینجور امور. اما وقتی شما میایید جلوتر متوجه میشید که این رویکرد از اون 1800 خورده‌ای به بعد تغییراتی میکنه و ما میرسیم به آقای مکینلی، ویلیام مکینلی، که آقای ترامپ این اواخر خیلی بهش ابراز ارادت کرده. ایشون رئیس جمهوری است که تقریبا در اواخر قرن 19 هم میاد سر کار و ترور هم میشه. شاید که دلیلی که ترامپ باش هم داستانی داره اینه، یک فردی بود که تو بحث تعرفه و اینا هم خیلی روی کردش به ترامپ شبیه بود و کاری که کرد این بود که با کمک تئودور روزولت یک جنگی رو با اسپانیا راه انداخت و کشورهایی مثل گوام، مثل پورتوریکو و فیلیپین رو و کوبا رو به نوعی از آن ایالات متحده کرد و این رویکرد تهاجمی رو شروع کرد در اون مقطع. اون دوره میشه گفت عصر طلاکاری بهش میگن، عصر گیلدد ایج، عصری که در اون مقطع آمریکا از لحاظ ثروت و این حرفای زیادی برای گفتن داشت و قدرت پیدا کرده بود، میتونست کارهای نظامی بزرگ هم انجام بده و تو اون مقطع زمانی به هر حال آقای مکینلی کسی بود که روی کرده میشه گفت همیلتونی سیاست خارجی آمریکا رو در پیش گرفت. یعنی با ملاحظات ژئوپلیتیک
در جهت تأمین منافع آمریکا و رهبری آمریکا شروع کرد یک سری اقدامات تهاجمی رو و استفاده از قدرت نظامی رو در پیش گرفتن. و آقای ترامپ این اواخر خیلی به ایشون ارجاع داده و حتی یک کوهی در آلاسکا هست که اسم دیگری داشته، حالا اسم محلیشو تلفظشو دقیقا نمیدونم، اما قبلا به اسم همین آقای مکینلی بوده، بعد اسمشو عوض کردن ظاهرا. به هر حال ترامپ گفته اسمشو برگردونید به اسم مکینلی و حالا توی تیتر نیویورک تایمز میبینید که به هر حال ظاهرا اون آدمایی که تو منطقه بومی اون منطقه هستن خیلی از این نامگذاری خوشحال نیستن و حتی توی یه تیتری مال اسوسییتد پرس بود که من دیدم گفته بودن مردم بومی اون منطقه میگن حالا ترامپ بخواد اسمشو میتونه عوض بکنه ولی ما همون اسم قبلیشو میگیم. به هر حال میخوام بگم ترامپ چقدر از نظر ذهنی با مکینلی ارتباط داره برقرار میکنه. این حالا توضیح خواهم داد. ترامپ با جکسون، با مکینلی، با روزولت ارتباط ذهنی داره. این تصور که ما فکر کنیم ترامپ الله‌بختکی عمل میکنه، هیچ چارچوب ذهنی و تئوریکی نداره، شواهد قرائنی وجود داره که این حرف غلطه. یعنی ترامپ عامدانه شبیه اندرو جکسون عمل میکنه و رویکرد جکسونی رو انتخاب میکنه، عامدانه به مکینلی داره ارجاع میده و یا مثلا عامدانه میاد تیتر نیویورک پستو توییت میکنه و به نوعی میگه که آره من دارم دکترین مونرو رو احیا میکنم. این در جواب کسانی هست که ما وقتی راجع به این پیچیدگی های سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ و پس از اون صحبت میکنم میگن آقا چقدر پیچیده‌اش میکنی، اینجوری نیست و ترامپ اینطوری نیست. خب برادر من، اگر آقای ترامپ رو شما درست تحلیل نکنی، یک تصور یه آدم کاسب خنگ رو از این آدم داشته باشی، خب بعداً هم اشتباه میکنی تو تعامل باهاش. ترامپ کاسب خنگ نیست. ترامپ ممکنه از لحاظ سواد آکادمیک یا مثلا فرض کنید تجربه سیاسی از بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا عقب‌تر باشه، اما اولا 4 سال رئیس جمهور بوده، ثانیاً این آدم تاجری بوده که در سطوح بالای جهانی کار میکرد، این خودش میلیاردر بوده، در اولیگارشی ها و چارچوب ها و روابط قدرت آمریکا کار میکرده، یه دفعه از آسمون نیافتاده. یعنی فهمش از سیاست خارجی آمریکا فهم به هر حال خیلی ابتدایی نیست قطعا. اتفاقا یه جایی میشه نشون داد که ترامپ یک جایی دقیق میفهمه و اینکه میاد یه دفعه سیاست مهار چین رو به اون شکل بسیار تند مطرح میکنه و دولت بایدن دقیقاً حالا با یه تغییراتی که حالا قبلا گفتم، حالا نمیخوام تکرار کنم، میاد بالاخره سیاست مهار چین رو پیگیری میکنه و به میراث ترامپ وفادار میمونه. خب اینا نشون دهنده اینه که ترامپ آدم گیج و مشنگی نیست. پس ما باید دقیق تحلیل کنیم که بفهمیم چجور میخوایم با ترامپ رفتار بکنیم. اینجا باز اینا رو دارم میارم که متوجه بشید که این احیای میراث گذشته توسط ترامپ به چه معنیه. الان این نشریه نیشن اومده، د نیشن اومده و توضیح میده که ترامپ داره برمیگردونه سیاست خارجی آمریکا رو به اواخر قرن 19 و اون دوره‌ای که تئودور روزولت و آقای مکینلی با هم یک سیاست همیلتونی با رگه های جکسونی، یعنی توضیح خواهم داد که یه روی کرده تهاجمی، خروج از یک جور میشه گفت حالا انزواگرایی. البته توضیح خواهم داد که این آمریکا چند بار پوست ترکونده و تا به این فضایی که رسیده، ولی به هر حال اون روی کرده امپریالیستی و اینکه به هر حال بیاد در نیمه کره غربی گرد و خاک بکنه و جاواز بکنه و یک نقشه به هر حال رهبری رو برای خودش در نظر بگیره، آمریکا به اون سمت رفته بوده و ترامپ به اون دوره کاملا نظر داره و به آدم‌هایی نظر داره میکنه که در سیاست خارجی و سیاست داخلی افکارشون تا حد خوبی شبیه آقای ترامپ بوده که آقای روزولت و آقای مکینلی دو تا از این آدم‌ها به شمار میرن. اینجا هم توی مقاله لوموند باز اومده و به
تئودور روزولت یا تدی روزولت، حالا جفتشون میگن، اشاره کرده و اینکه ترامپ دنبال اون نگاهه. حالا نکته اینجاست که تفاوت نگاه روزولتی و حالا به نوعی مکینلی با مونرو چی هست، یعنی چه تفاوتی دارن اینا با هم دیگه. نکتهش اینه که اگر من این بیانیه آقای روزولت رو بیارم، برخلاف اون متن بیانیه دکترین مونرو، چون این الحاقیه‌ای بعد دکترین مونرو، یعنی بهش میگن متمم روزولت بعد دکترین مونرو، توی این چی میگه؟ میگه که همون حرفای مونرو رو تکرار میکنه، اما یه چیزی میگه که اگر کشورهای آمریکای لاتین بخوان خلاف یه سری موازینی به هر حال عمل بکنن، آمریکا به عنوان یه پلیس، به عنوان یک چیز مداخله میکنه. یعنی به نوعی توجیه میکنه مداخله گری آمریکا رو در حداقل کشورهای آمریکای لاتین. این چی رو توجیه میکنه؟ اینکه ترامپ، حالا توضیح میدم، از رژیم چنج در ونزوئلا الان داره حمایت میکنه، اینکه ترامپ به شدت داره به پاناما فشار میاره و اینکه ترامپ در مورد گرینلند تقریبا داره یه همچین روی کردی رو در پیش میگیره. یعنی روی کرده ترامپ، حالا توضیح میدن، نسبت به گرینلند هم خیلی روی کرده مسالمت آمیزی نیست. یعنی رفتاری که با دانمارک که به نوعی صاحب گرینلند محسوب میشه، یعنی همون نسبتی که گرینلند با دانمارک داره کانادا داره با بریتانیا، این رفتاری که با کانادا داره میکنه، رفتاری که با گرینلند داره میکنه، رفتاری که با پاناما داره میکنه، رفتاری که با ونزوئلا داره میکنه، اینا رفتارهاییه که رفتارهایی که حالا در ادامه خواهیم دید با مثلا برزیل و داسیلوا شاید ممکنه بکنه. اینا رفتارهایی که در چارچوب رویکرد تهاجمی به کشور آمریکای لاتین چیز میشه و ترامپ داره به اینا میگه که شما حق ندارید با چینیا هر کاری دلتون خواست بکنید. اینجا ما به قول معروف نیم کره غربی صاحب داره، صاحبش هم منم و شما باید با چارچوبایی که من تعریف میکنم هماهنگ باشید و اگر هماهنگ نباشید چی میشه؟ همونجوری که روزولت میگه اینجا ممکنه آمریکایی‌ها مداخلاتی انجام بده. حالا این مداخلات میتونه مداخلات نظامی باشه، میتونه مداخلات بسیار سختگیرانه سیاسی، اطلاعاتی و امثال هم باشه، چیزی که در دوره جنگ سرد هم مثل قضیه کودتاش تو شیلی شاهدش بودیم. یعنی آقای پینوشه در شیلی اینجور نبود که آمریکایی‌ها مثلا نیروی نظامی به شیلی بفرستند، ولی همه میدونن که CIA نقش مهمی داشت. آمریکایی‌ها فشار اقتصادی آوردن به آلنده در شیلی در اون مقطع زمانی و با ترکیب اقدامات اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی این حرفا بود که آلنده در نهایت سرنگون شد و پشت کودتایی که صورت گرفت آمریکایی ها بودن. میخوام بگم که ترامپ هم داره به این ترکیب فکر میکنه، یعنی شاید لزوما نره تو ونزوئلا نیروی نظامی پیاده کنه، اما میاد همونطور که توضیح میده از اپوزیسیون ونزوئلا صراحتاً حمایت میکنه. و اینجا همون جلد نشریه اکونومیست هست که میگه که ریاست جمهوری امپریالیستی حالا به نوعی و میگه که پروژه 1897 به نظرم یه داره یه طعنه میزنه به پروژه 2025 که قبلا ذکر خیرشو کردیم که بنیاد هریتیج برای ترامپ تولید کرد و شاید داره به یک نوع واپسگرایی ترامپی میخواد طعنه بزنه. حالا شاید به این شکل بیشه گفت، به هر حال یه طعنه‌ای در این هست، ولی اصلش اینه که ترامپ، اصل حرف اینه که اومده یک روی کرده همیلتونی جکسونی رو، ترکیب این دوتا رو داره پیگیری میکنه که صحبت خواهیم کرد حالا راجع به این رویکردهایی که حالا به عنوان همیلتونی، جفرسونی، جکسونی و ویلسونی شناخته میشن. حالا قبلا صحبتشو کردیم ولی بعداً حالا مفصل‌تر تو این ارائه هم یه مقدار با ارجاعاتی خواهم گفت که معنی این رویکرد چی هست. آقای والتر راسل مید در یک کتابی که به هر حال کتاب بسیار خوبی به نظر من هست و کتاب درخشانی راجع به سیاست خارجی در آمریکا، اومده تلاش کرده که 4 مکتب سیاست خارجی رو که عرض کردم رو معرفی بکنه و میشه گفت که توی رویکرد همیلتونی اون چیزی که میگه که یک جور
اتحاد بین دولت ملی و کمپانی های بزرگ تعریف میشه که به نوعی، حالا توضیح میدم، این کاری که ترامپ داره با ایلان ماسک و اینا میکنه یه جورایی بوی همیلتونی میده. و اینکه تاکید میکنه به این که آمریکا باید در اقتصاد جهانی ترکیب بشه به نوعی. یعنی اینجا یه مقدار تفاوت هست با نگاه های آقای ترامپ، یه مقدار ملاحظاتی داره اینجا، چون روی کرده جکسونی کاملا به درون نگاه میکنه. همیلتونی ها یه مقدار جهان نگرن، به رهبری آمریکا در جهان توجه میکنن، به استفاده از ابزارهای اقتصادی در اعمال قدرت توجه میکنن، به ابزارهای نظامی برای تقویت جایگاه ژئوپلیتیک آمریکا و رهبری آمریکا توجه میکنن. نگاهشون از جنس منافع ژئوپلیتیک، برخلاف ویلسونی ها که به یک جور تعهد اخلاقی، یعنی یک جور مورال ابلیگیشن. این تفاوت همیلتونی ها و ویلسونی هاست. یعنی ویلسونی ها یک جورهایی نسبت به بسط ارزش های آمریکایی در جهان تعهد اخلاقی احساس میکنن و این باعث میشه که بعضا یه جنگایی را بندازن که روی کرده دیگه، به خصوص جکسونی ها میگن بابا این جنگی که خیلی طولانی شد، این جنگی خیلی مزخرف شد، این که همش به ضررمون شد، منفعت اقتصادیش پس کجاست؟ اینکه تو بیای بگی من دولت ملت سازی تو عراق کردم یا تو افغانستان کردم با هدف اینکه دموکراسی آمریکایی رو صادر بکنم، که نشد. خلاصه که نشد کاری، که نشد بیزنسی، که نشد کاسبی. مثلا ما تریلیون ها دلار ضرر بکنیم که مثلا تهش چی؟ اینجا میشه که ویلسونی ها تقریبا اینجا یه همچین روی کردی دارن. جکسونی ها یه روی کرده پوپولیستی دارن و یک روی کرده میشه گفت درون نگرتر دارن، به امریکا فرست و اینکه آمریکا باید خیلی به میشه گفت غرور ملی آمریکایی خیلی بها میدن. پروتکشنیست هستن، یعنی به شدت به حفاظت از صنایع داخلی آمریکا و کارگرها و میشه گفت اولویت دادن اونها به شدت حساسن نسبت به این مسئله. در امور نظامی وارد نمیشن، اما اگر وارد بشن بسیار پرقدرت وارد میشن، به ارتش قدرتمند بسیار اهمیت میدن، به دولت مقتدر بسیار اهمیت میدن، به رئیس جمهور مقتدر بسیار اهمیت میدن. رئیس جمهوری که ورای بوروکراسی است، یعنی قانون به نوعی زیر مجموعه کاریزمای ریاست جمهوری تعریف میشه، چیزی که الان کاملا تو ترامپ و ترامپیسم ما داریم میبینیم. برخلاف جفرسونی ها که قانون اساسی براشون بسیار مهمه، حاکمیت قانون، رول آف لا بسیار براشون مهمه، پاسخگو بودن رئیس جمهور به قانون براشون بسیار مهمه. نسبت به مسائل سیاست خارجی، در مداخله گری و استفاده از ارتش محتاطن، برخلاف همیلتونی ها و ویلسونی ها و جکسونی ها در مورد ارتش محتاطانه و محدود نگر میشه گفت عمل میکنن. و اینکه در مورد میشه گفت این 4 مکتب ما اینجوری باید بگیم که این 4 مکتب اینجوری نیست که ما بیایم بگیم مثلا یه کسی که تو سیاست خارجی آمریکاست میشینه رو مطالعه میکنه و بعد میگه خب من اینو انتخاب کردم حالا بیایم با هم بیایم روی این کار کنیم. نه، معمولا آدما طبق اون سنت به نوعی ناخودآگاه هدایت میشن. یعنی میگم وقتی ترامپ میاد روزولت انتخاب میکنه، مونرو رو انتخاب میکنه و مکنلی رو انتخاب میکنه، ناخودآگاه با یک سنتی در سیاست خارجی آمریکا همراه میشه که الان یک آدم مثل آقای راسل مید اینو اومده تئوریزه کرده. حالا این سوال پیش میاد که پس یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اینا رو مطالعه بکنیم یا نکنیم؟ مسلما باید مطالعه کنیم. یعنی مطالعه کردن با این هدف انجام میشه و این مکتب بندی کردن با این هدف انجام میشه که ما درک پیدا بکنیم. اما دقت کنید، این تفکیک کردن مکاتب یک جور تقلیل گرایی تو ذاتش نهفته است. یعنی ما اینجا یه رداکشنیزمی داریم، بالاخره وقتی داریم منتسب بکنیم یه نفر رو به یه مکتب خاص، ممکنه یه چیزایی مثلا از دستمون در بره. اما
باید دقت کنیم که این از الله بختکی فکر کردن و هرتکی فکر کردن به مراتب بهتره. یعنی یه کسی که زحمت میکشه این مکاتب رو دسته‌بندی میکنه و نسبت یابی میکنه اینا رو با هم دیگه، این کاری که میکنه داره تلاش میکنه که ما بعد بدونیم با این آدم چجوری باید رفتار بکنیم. و مثلا وقتی میگیم تفکر جکسونی ارتش قدرتمند براش مهمه، مسئله بازدارندگی براش خیلی مهمه، و اما اگر وارد جنگ بشه به خاطر اون بحث غرور آمریکایی از شکست به شدت بیزاره و تا تهش میخواد بره. اینا یه نکاتیه که در مورد ما وقتی میخوایم با ترامپ تعامل بکنیم باید بهش دقت کنیم. مثلا اینکه ترامپ رو بیخودی تحریک نکنیم، که با ما وارد جنگ بشه، وارد کلکل بشه که بیاد بگه من ایرانی‌ها رو سر جاشون نشوندم. ولی از یک طرف دیگه هم اینجوریه که جکسونی ها وقتی ببینن یک جنگ خیلی طولانی میشه وارد جنگ نمیشن. یعنی تو بحث بازدارندگی شما باید طوری رفتار بکنید که زمین که تحریکش نمی‌کنید، در این حال هم نشون بدید از نظر درونی بسیار مستحکم هستید. یعنی نمایش قدرت بدون تحریک البته خیلی مهمه در تعامل با ترامپ. ترامپ باید احساس کنه که با ما وارد کلکل بشه عین بوشی میشه که دائما بهش انتقاد کرده، یا میشه مثل نئوکانا میشه. اینا نکاتیه که این فرمول بندی ها به ما کمک میکنه که تفسیر درستی از تعامل با امثال ترامپ داشته باشیم. این آقای راسل مید در مقالات متعددی این بحث رو شکافته و بحث حالا جکسونیان، رویکرد جکسونیان یا جکسونیزم رو توضیح داده. من اینا رو برای این میارم که بعضیا من پیش اومد من مطالب رو مطرح کردم یه دفعه گفتن اینا از کجا اومده، اینا من درآوردیه. من تعجب میکنم یعنی کسی این حرفا رو بزنه که بعضی از حتی بچه‌هایی که علوم سیاسی هستن، حالا بعضی این اواخر بعضی موقع میبینم بعضی از این بچه‌هایی که اقتصادی هستن میان یه مطلقای بار ما میکنن این حرفا. خب مگه برادر عزیز مگه ما تو بحث‌های اقتصادی راجع به نرخ دلار در ایران میایم با شما کل میکنیم؟ شما یه نظریاتی دارید میشینید با هم دعواتون رو میکنید، ما هم نگاه میکنیم. حالا یه دفعه یکی میاد میگه نمیدونم آسیای میانه چرا مهمه، اصلا مگه آسیای میانه مهمه؟ باید براش توضیح بدیم بابا آسیای میانه یه جای مهمی، تمام قدرت‌های بزرگ دارن رقابت میکنن اونجا. یه دفعه هم یکی میگه جکسونی کجاست، جفرسونی کجاست، اصلا مگه ترامپ اینجوری فکر میکنه یا اصلا اینا رو خودت درآوردی؟ یه چیزایی به من گفتن که حالا توضیح بدم خنده داره، ولی واقعیت اینه که مقالات من دارم میارم برای اینکه بگم آقا بابا اینا وجود داره در لیترچر، در ادبیات اینا وجود خارجی داره، برای اینکه بعضی دوستان نیان بگن اینا رو از خودت درآوردی.